سعید الان متین دیدیم بهش نگیم مینا ازدواج کرده. نه بابا مگه خولم خیال راحت. بعد داش متین دخترتم که عروس شد. مگه نگفتم چیزی بهش نگو. بابا خب عروس شد دیگه. سعید یه خواهشی ازت دارم. چی؟ تا لحظه آخر به هیچ کی نگی میخوایم بریم مسافرت. بذار همون لحظه آخری بهشون میگیم. آره بابا خیال راحت. نه نمیگم. آخر اگه فهمیدم بهشون میگیم. الو جان نه داش نیستم، آخر هفته نیستم، داریم میریم مسافرت. داره الو مامان سلام قربونت سلامتی. هیچی داریم آخر هفته میریم مسافرت. چاکر دایی خوبی مخلصم. هیچی من آخر هفته داریم مسافرت. چاکر داش محمد خوبی مخلصم. داداش 4 تا تیشرت باحال بذار کنار میخوام برم مسافرت. سعید جان. یه چیزی میخوام بهت بگم ولی ببین به هیچ کس نباید بگی، بین خودمون باید بمونه. بابا دهن من قرص مگه تو نمیدونی؟ بگو چی خواست بگی؟ قول بده ها به هیچ کس نباید من بهش بگی. نمیگم دهن من قرصه. هیچ کس ها. اگه بگی کشتمه. مطمئن باش من حاملم. جدی میگی؟ وای راست میگی؟ آره ولی به هیچ کس نباید بگی سعید، بین خودمون دو تا بمونه ها. قول دادی. مطمئن باش. الو مامان سلام خوبی؟ مامان محله حامله است. الو سلام داش مهدی خوبی؟ داداش برنامه بچین دوره هم بشینیم دارم بابامشو. ها جون تو. سلام آبجی خوبی؟ خبر دست اول بگو چیه؟ داری عمه میشی. الو بابا مشتلق بده. داری بابا بزرگ میشی. میخوام بگه بابا علی. الو محمد شاکر برا داداش 4 تا تیشرت دیگه بذار کنار دارم بابامشو. قربونت عزیز دلم جونم. نبگو پول قرضی باور کن هیچی تو کارتم ندارم وگرنه واسط میزدم. هیچی دریغ از 1000. تو که دیشب گفتی 100 میلیون تو کارتت پول داری. نه سعید داره زر میزنه. 100 میلیون چی من پول زر زدم. چقدر میخواستی بگو چیز نم. سعید تو چرا انقدر دهن لقی؟ من به کسی نگفتم. چرا آلو تو دهنت خیس من اصلا چیزی نگفتم به کسی. ببین بچه مرد، مسافرت کنسل من چیه؟ شد، دوستم با هم غر کرد، متین ناراحت شد. من تو رو چیکار کنم؟ من کاری نکردم. من بهش نگفتم. نکن. آروم باش. خدا